انا کذالک، الله می فرماید این نعمتای امتیازات خاص برای ابراهیم خلیل الله نیست. هر کسی که راه ابراهیم خلیل الله را تعقیب بکنه، همین قسم خود به الله تسلیم کنه، الله پاداش میده. انا کذالک، ما مثل که به ابراهیم خلیل الله پاداش دادیم، همین قسم نجزی المحسنین، پاداش میدیم به کسایی که محسن است. واقعا تمام کار و بار و عملش خالص برای الله تبارک و تعالی است. هیچ نوع لحاظ و ملاذ کسی دیگر در انجام عبادت الله نداره. محسن اونموره میگه اگر نماز میخونه، اگر کاری خوب انجام میده، اگر تلاوت میکنه، اگر روزه میگیره، حج میکنه، اگر با کسی همدردی و کمک میکنه، فقط و فقط منظورش رضای الله است. محسن اموره میگه و مکمل امی عبادات، امی کارا و کردارای خود به نقشه پیغمبر انجام میده، از خود نقشه ها نمیکشه. اینی را محسن میگه. الله میگه ما پاداش محسنین امی رقم میدیم. ان هذا یقینا امتحان لهو البلاء المبین، امتحان خیلی بزرگ و آشکارا بود. ان هذا امر کردن به ذبح، یا ان هذا یقینا اینمی نجات دادن از ذبح، فرزند ازیر نجات دادیم، در عوض گوسفند از جنت آوردیم که در جای اسماعیل علیه السلام ذبح شد. لهو البلاء، باز در این صورت معنای بلا نعمت است. یقینا نعمت بل المبین، آشکارا بالای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. و فدیناه، عوض دادیم به ابراهیم خلیل الله بذبح، به جانواری که قابل ذبح بود، عظیم خیلی بزرگ که گوسفند جنت بود. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما باقی گذاشتیم به ابراهیم علیه السلام، بالای ابراهیم علیه السلام، فی الاخرین، در نسلای آینده. مدح ثنا و صفت امروز ما یاد میکنیم، افتخار سرش میکنیم. و کدام است همون مدح؟ سلام علی ابراهیمی، که سلامتی باشه از جانب الله بالای ابراهیم خلیل الله، اجنا و شرک مرتکب نشد، نافرمانی را مرتکب نشد. الله اعزازش در قرآن یاد میکنه برای ما. از این کده نعمت بزرگ، از این کده اعزاز دیگه کدام است؟ تا روز قیامت وفاداری ابراهیم خلیل الله یاد میشه، کامیابی ابراهیم خلیل الله یاد میشه، کارنامه ابراهیم خلیل الله من حیث نمونه و الگو برای کل امت مسلمه گذاشته شده. در سرزمین عربستان سالانه اجتماع بزرگ میشه، کلش احیا و زنده کردن کارنامه های تاریخی سازنده، تعلیم دادنی، تربیت دادنی در او عربستان است برای مردم. حجاج باید که میره بدانن که اینجا برای چی آمدیم، چی فلسفه داره. افسوس است که امروز نه معلمینی داریم که آگاهی داشته باشه و نه حجاجی داریم که واقعا درسای عظیم از او مقام بگیره. خونیسته. کذالک نجزی المحسنین، باز تکرار میکنه این همی قسم که ما عزت دادیم ابراهیم خلیل الله را، این را به خاطر اموری ذاتیش نبود، چرا که الله نه کسی را فرزند داره، نه رابطه خیشی کسی و قربت با کسی داره. ابراهیم خلیل الله که مورد نوازش و امتنان احسان الله قرار گرفته، به خاطر عزیزته که راه الله را تعقیب کرده، تسلیم به الله شده، لقب حنیف به خود گرفته. حنیف از همه افکار و نظریات مکمل اعراض کننده با یک فکر توحید. اینه بیطور اگر ما ایران را بپیماییم، ما یقین دارم که کسی در راه توحید الله روان میشه، الله عزت برش میده. بالکل. انه من عبادنا المؤمنین، ابراهیم خلیل الله از جمله بنده های ما بود، المؤمنین که واقعا تصدیق کننده بود، مؤمن بود، یعنی چی؟ ایمان واقعا راست کرده بود در وجود خود. و بشرنا، ما خوشخبری داده بودیم به ابراهیم خلیل الله به اسحاق علیه السلام دیگه فرزنده، نبیان که او هم پیغمبر باشه، من الصالحین، از جمله مردمایی که مکمل کامل باشه. صالح کسی را میگه که خود هم کامل باشه، یعنی در درجه طاعت و عبادت به مرتبه اعلی رسیده باشه و مردم هم طرف توحید دعوت داده باشه. و بارکنا علیه، برکت انداختیم بالای ابراهیم خلیل الله و علی اسحاق، بالای پسرش اسحاق علیه السلام. و من ذریته، ما از اولادی اردو محسنونی طور مردم ها پیدا میشه که محسن است، موحد است، عقیده توحید ما کم است. محسن اونمو را بگفت که هر عمل و کردارش خالص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی است، محورش فقط رضا مندی الله است و به نقش پیغمبر هم عمل و عبادت انجام میده. و ظالم لنفسی، د اولادش طور مردم هم که ظلم کننده بالای نفس خود است، به شرک آوردن، به گناه ها کردن مبین و ناشکارا.
الله توانا را اعلام میکنه، به غیر الله آواز میده، حاجتای خود از غیر الله میخواه، سخت ظلم سری نفس خود میکنه. ولقد مننا علی موسی، یقینا ما احسان گذاشته بودیم بالای موسی علیه السلام و هارون علیه السلام. یعنی او دو پیغمبر با وصفی که معجزه های متنوع داره، لیکن احتیاج بودن در کمالات و نعمت ها، محتاج الله تبارک و تعالی بودن. الله برشان نبوت داده، نجات داده بود از غرق شدن. الله نصرت و غلبه را نصیبشان کرده، کتاب برشان داده، راهنمایی صراط مستقیم برش کرده. یارا در اینجا بیان عبدیت از یارم ذکر میکنه که الله رابطه ذاتی با کسی نداره. هر کس که رای الله را تعقیب میکنه الله عزت میده. و نجیناهما، ما نجات داده بودیم بر دویشان، و قومهما، به قومشان، چرا که پیروی از اردو کرده بودن، من الکرب العظیم، از پریشانی، از غمی خیلی بزرگ که غرق شدن در دریا بود، یا است که غلبه فرعون بالایشان بود. و نصرناهم، ما نصرت کرده بودیم، امداد کرده بودیم به امر موسی علیه السلام و قومش، فکانو بودن هم الغالبون، یا غالب، یعنی دشمن هلاک شد، در غرق شد. و آتیناهم الکتاب، ما داده بودیم برشان الکتاب المستبین، اینطور کتابی که واضح کننده کل احکام و مسائل اعتقادی و عملی بود. و هدیناهم، ما هدایت کرده بودیم، راهنمایی کرده بودیم اردو را، موسی و هارون علیهم السلام، الصراط المستقیم، راه درست و برابر. چطور هدایت کرده بود؟ ما یارا آگاه ساخته بودیم به تشریح کردن امو احکامی که در تورات بود که او راه مستقیم برای بنی اسرائیل بود. و ترکنا علیهم، ما گذاشتیم مدح ثنا را بالای اردویشان، فی الاخرین، ده نسل آینده. سلام علی موسی، که او سلامتی است بالای موسی علیه السلام و هارون علیه السلام از طرف الله تبارک و تعالی. انا كذلك نجزی المحسنین، این مخصوصی از یان است بلکه ما پاداش میدیم این همی قسم که یارا پاداش دادیم المحسنین، محسنا را. انهما من عبادنا المؤمنین، اردویشان از جمله بندگانی کامل ما که مؤمنی واقعی بودن. هر کس که بنده کامل و مؤمن واقعی شود امیر رقم پاداش داده میشه. و ان الیاس، یقینا الیاس علیه السلام لمن المرسلین، از جمله پیغمبران علیهم السلام است. یام در بنی اسرائیل آمده بود، او چیستا در شهر بعلبک قومی خود دعوت داده که پشتی سر قومش بت پرست بوده. الله کارنامه از ایران بر ما یاد میکنه. یک نامش ادریس است. از امو خاطر بعضی مفسرین میگه که ادریس اصلی نامش است الیاس لقب، کسی عکسی از او میگه. از امو خاطر امام قرطبی درباره زنده بودنش یک حدیث نقل کرده، لیکن امام سیوطی و ذهبی رحمت الله علیه حدیث موضوعی میگه. یک تعداد علمایی که ترجمه قرآن هم میکنه بیچاره نمیفهمه که امیر بگه، میگه 3 پیغمبر زنده است، عیسی علیه السلام، الیاس علیه السلام، خضر علیه السلام. دروغ میگه، یک عیسی علیه السلام زنده است، نه الیاس علیه السلام زنده است. چرا؟ در مورد حیات از یک حدیث آمده موضوعی است. او نه خضر علیه السلام زنده است، با وصفی که مردم در حیات از او خیلی زیاد کوشش میکنه، خصوصا طریقه یا خیلی زیاد کوشش میکنه که زنده است. چرا اینا میگه؟ شما خبر داری؟ پافشاری سری ازی میکنه به خاطری که میگه علم ما از خضر علیه السلام میگیریم. پیغمبر ما خضر علیه السلام است، آلی دروغای خود ثابت میکنه و ما میگیم که نه، خضر علیه السلام اگر زنده میبود در پیش پیغمبر میآمد، پیغمبر از کل انبیاء علیهم السلام پیمان گرفته بود، تعهد الله تبارک و تعالی در موردش پیمان گرفته بود که نصرت و امداد پیغمبر در مقابل دشمنایش میکنه اگر شما حیات و زنده بودید. از همون خاطر عیسی علیه السلام هم که بیا نصرت امیر راه پیغمبر علیه السلام میکنه، از خود کدام شریعت نمیاره. اگر زنده می بود خضر علیه السلام حتما در پیش پیغمبر می آمد، بیعت میکرد و هم او را در جنگا امداد و نصرت میکرد، لیکن زنده نیست. از او خاطر قولی راجح از اکثر مفسرین است که زنده نیست بلکه وفات کرده. چرا؟ حتما در پیش پیغمبر علیه السلام می آمد. از قال لقومی، در آن وقتی که الیاس علیه السلام میگه برای قومی خود قابل یادآوری است، الله الا تتقون، چرا شما خود نگاه نمیکنی از شرک و نعوذ بالله از بت پرستی ها؟ اتدعونا، یا شما آواز میدی یا حاجت روا میدانی بعلا بت، و تذرون که نامش بعل بود او به شکل یک زن جور کرده بود، از طلا بود که تقریبا 20 آرنج دراز بود، نعوذ بالله 400 مجاور در قبرش می بودن. حالی هم به قسم حالتا مردم جور میکنه 40 گزی بابا، 40 متر. انگلیس ها گرفتن کلی اسلحه و طلا و نقره خود گور کردن، در سر شکل قبر جور کردن،
یک دانه بیرق در سرش زد. هر سال مسلمان ها میره او را گل داده بیرق تازه کرده امروز برد شد کلش. نه جایش گم شد. در وقت خویا نقشه نداشتن دیگه. این خب نازنین به نام قبر تعالی را پرستش هم شد. آخرش هم کلش علمو زیورات و طلا و نقره که در زمانی که افغانستان تسخیر کرده بودن در اونجا گور کرده بودن آلی کشیدن. از همون خاطر بعد از زمین آمدن دمی دفعه هر جای قبرها کشیده نشد و قبرها نبود. او دو انسان نبود. دیده بود که این مردم قبر پرست است. این قبر از پیشان گم نمیشه. این را خوب نگاه میکنه. بیرق هم از پیشان رسو نمیکنه. تیار معلوم دار. بردن برش. خلاص کردن. اونجا و به شکل زن جور کرده بودن. بعل بوتا پرستش میکردن. 400 مجاور داشت. در تفاسیر نوشته میکنه که گوی شیطان داخل از او میشد. باز آواز میداد. گپ میزد به مردم. کسایی که در گردش می بودن. نعوذ بالله. حالی هم شیطان هم اینطور میکنه. میره در قبرها آواز هیچ چیز نمیبینی آواز برد میشه. هیچ چیز نمیبینی وای در دستم یک چیز خورد. خیلی نرم بود. اینطوری گپا را میکنه. این شیطانا. در اونجا هم اینطور بود. اتدعون بعلنا شما آواز میدید مشکلاتتان بعلا یا شما عبادت میکنی بعلا و تذرون میگذاری احسن الخالقین و ذاتی که بهترین پیدا کننده است یعنی بهترین صورت دهنده است شکل دهنده است. خالقین اینجا به معنای شکل دهنده چرا که انسان هم خود شکل به یک چیز داده میتونه لیکن بهترین شکل دهنده کیست؟ الله. الله ربکم و کدام از احسن الخالقین؟ الله پروردگار ربکم که مالک متصرف شما است و رب آبایکم مالک متصرف پدرایتان الاولین که پیش تیر شده. چرا الله را میمانی؟ به این حاجت روا میگی. نعوذ بالله. فکذبوا نسبت دروغ کردن به الیاس علیه السلام فانهم لمحضرون یقینا قوم یزی حاضر کرده شده می باشند در روز قیامت الا عباد الله المخلصین بجز از او بندگان الله المخلصین که خالص کرده شده هستند که هیچ نوع وسوسه و تبلیغات سرشان کار نمیکنه. عقیدهشان مکمل پخته شده. و ترکنا علیه ما گذاشتیم سنا و صفت الیاس علیه السلام علیه بالایش فی الاخرین در نسل‌های آینده. سلام سلامتی است از طرف الله چرا که یا معصوم هستند گناه از پیششان نمیشه یا بالایشان سلام گفته میشه. علی الیاسین بالای امی الیاس علیه السلام. انا كذلك نجزي المحسنین یقینا ما اینمی قسم که یارا پاداش دادیم ما پاداش میدیم محسنین. تشریح تیر شد. انه من عبادنا المؤمنین و ان لوطا لمن المرسلین یقینا لوط علیه السلام از جمله پیغمبران است. مرسل است یعنی او مامور به دعوت دادن مردم است طرف دین حق. اذ نجیناه در آن وقتی که ما نجات دادیم لوط علیه السلام و اهلش اجمعین تمامیشه الا عجوزا مگر زن پیر فی الغابرین در جمله باقی مانده در عذاب بود که زن لوط علیه السلام بود. چی درس عظیم است؟ زن چرا عذاب میشه؟ به خاطری که خلاف منهج و راه پیغمبر روان است. حالی نسب کار نمیکنه در حالی که زن و شوهر چقدر محبت می داشته باشند. ثم دمرنا الاخرین بعد از بیخ برکندیم دیگرها را. چرا قریه از یار الله امر کرد جبرئیل امین از زیر بال خود گرفت بالا کرد بعد از او از بالا زد سر به تاراق. و انکم لتمرون یقینا شما تیر میشوی علیهم بالای اینمی قوم لوط علیه السلام یعنی امو قریه های قوم لوط علیه السلام مصبحین در وقت صبح شب که شما سفر آغاز میکنی وقت صبح در جای از او میرسی. عالی منطقی شب نام بحر میت یاد میکنه. و باللیل و در شب اگر شما میروی چیست اگر روز حرکت میکنی سفر در شب میرسی در اوجا افلا تعقلون چرا از عقل کار نمیگیری که قوم چرا تباه شده؟ ای دعوت پیغمبر خدا نپذیرفته باید ما دعوت پیغمبر را بپذیریم. و این یونس لمن المرسلین یقینا یونس علیه السلام از جمله پیغمبران است و مامور بود به دعوت طرف دین. اذ ابق در آن وقتی که گریخت الى الفلک رسید به او کشتی المشحونه که پر شده بود سواری فساهم پس قرعه اندازی کردن فکان بود من المدحضین از جمله کسانی که مغلوب بود یعنی پیش مغلوب شد یا مدحضین میگه لغزندگان. فالتقمه الحوت لقمه کرد را مایی و هو ملیم در حالی که ملامت کننده بود خدا که چرا توی کار کردی. فلولا انه اگر نمی بود که کان بود من المسبحین تسبیح گویان سبحان الله سبحانك
چیست لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نمیگفت للبث فی بطنی درنگ تیر میکرد در شکم مایی الی یوم یبعثون تا روزی که مردم از قبرها زنده شو کرده شوند تا او وقت میمان خویی تسبیح گفت الله ایرا نجات داد فنبذناه ایرا انداختیم بالعراء در صحرای بیگیا یا در لب دریا و هو سقیم در حالی که خیلی ضعیف شده بود. داستان یونس علیه السلام هم خیلی نکته های عجیب داره. یک تعداد از مفسرین در مورد ازی سخت خطا شده. روایات اسرائیلی را در پیش گرفته میگه یونس علیه السلام گریخته نافرمانی الله را کرده. چرا؟ الله مامور کرده بود که دعوت دین بده به قوم خود، این دعوت هلاکت فرار کرد. او ما میگیم عقیده ماست که انبیاء علیهم السلام چیز معصوم است از گناه. بزرگترین فریضه و مسئولیت پیغمبر دعوت است. پیغمبر که دعوت بگذاره دیگه چی باقی ماند؟ چی اطاعت است؟ غلط گپاسی دروغ است. یونس علیه السلام در قوم خود اون که پشت سر میگه که با یک لگ نفر یا زیاد ایره روان کرده بودیم، در نینوا بود، در موقع عراق موصل، شهر موصل رفته بود به قوم خود. هر قدر دعوت داد مردم گپش گوش نمیگرفت. مثل امروز واری هر قدر قرآن بیان میکنی، توحید بیان میکنی، مردم اعتنام نمیکنه. امیر رقم حالت آمد. آخر یونس علیه السلام گفت اگر قبول نکنی در 3 روز عذاب بی الله سرتان میاد. نشانه عذاب الله میطور است که ابر پیدا میشه، اینی طور تاریکی میشه و باد پیدا میشه. یونس علیه السلام در بین قوم آنقدر شهرت صداقت داشت که پرسان نکن، یک گپی دروغ مشاهده نمیکرد و در قومش دروغگویی آنقدر جرم بزرگ شمرده میشد که پرسان نکن. کسی که دروغش ثابت میشد بس دیگه قتل میکرد شه، نمیماند شه. قومش با وصفی که مشرک بود خو لیکن دروغگوی نبود. یونس علیه السلام وقتی که گپ گفت اعلان کرد به مردم، رفت خودش. قوم در بین خود شیشتن یک سنجش کردن. گفت سعی کنی یونس دروغ نمیگه، اگر علامات ازی مشاهده شد بعد گپ ازی را بپذیریم که نجات بیابیم، واقعا مبتلا به عذاب میشیم. یونس علیه السلام بنابر به اجتهاد خود، چرا که الله در سر کدام قوم عذاب میاره پیغمبر امر میکنه که از اون منطقه هجرت کنه. از او خاطر یونس علیه السلام رفت جای دور، بخاطر سعی میکرد که علامات عذاب در فضا ظاهر شود، ابرا پیدا شود، بادا پیدا شود. 3 روز تیر شد هیچ گپی نشد. یونس علیه السلام وار خطا شد که خب ما گفته بودم در 3 روز عذاب میاد او عذاب نامد. آلی پس که در قوم برم بدون قتل دیگه را ندارم، بیا دیگه آلی منطقه را هلاک در جای دیگه برو، اینجا دیگه دعوت نمیتونی. چرا؟ به خاطری که آلی خبر نداره که قوم بعد از اینکه اول علامه برشان معلوم شده یک دم زن، مرد، طفلا همگی بیرون شده، وا ویلا فریاد انداخته ایمان آورده. گپای یونس علیه السلام پذیرفته و الله عذاب رد کرده. در دیگه جای قرآن کریم هم میتونه یاد میکنه که چرا با مثل قوم یونس علیه السلام وارد دیگه قوم نبود. زمانی که علامات عذاب آمد توبه کشیدن، رجوع کردن، الله توبهشان قبول کرد. چرا دیگه قوم هم میتونه نکردن؟ قرآن کریم برای ما درس میده که انسان تا کدام حد انسان نعوذ بالله رای عناد و رای تکبر و رای نب پذیرش پیش بگیره. زمانی که در این سرحد برسی که هم گپا برات هویداست که حالی واقعا تو گرفتاری عذاب میشه، هنوزم تو نمیدانی، هنوزم در حالتی نعوذ بالله ننگی به جای خود گیر بیایی. نه، انسان باید طور نباشه. انسان بپذیره، یک کمی سنجش کنه در ماحول خود، در گپا بیاندیشه که همی گپ چقدر وزن داره. قوم وقتی که دید که علامات عذاب است ایمان آوردن. یونس علیه السلام خود خبر نبود، از او خاطر در یکی از کشتی ها که از بحر تیر میشد دیگه طرف سفر میکرد، کشتی بسیار گرنگ شد. در بین دریا که رسید گرنگی آنقدر بود که قریب کشتی غرق شد. یک دفعه کشتیوان صدا کرد که وزن کشتی خیلی زیاد شده، یک نفر بعد کم شود، دیگر را نداریم، کشتی نه پشتی سر میره نه پیش رو میره، او وزن زیاد است، کلگی غرق میشه. آلی به خاطری که دیگه نجات بیابه یک نفر بعد خدا کم کنه. آلی کسی خاماده به این گپ نبود، پشک میپرتافتن. پشک پرتافتن یونس علیه السلام برآمد. آدمی شناخته شده بود. این مردم گفت که نه خیر است این دفعه باز میپرتیم. منظورشانی بود که یونس علیه السلام چی شود؟ نجات پیدا کنه. دوم دفعه پرتافتن باز یونس علیه السلام. یونس علیه السلام گفت نه ما باید انداخته شم. درک کرد که الله اکبر، به اجتهاد خود از قریه برآمدم،
حکم و فرمان الله تبارک و تعالی برام نشده بود؟ آلی به اجتهاد اگر کسی خطا شود در اجتهاد، غیر از انبیاء علیهم السلام دیگه کسا اگر در اجتهاد خطا میشه یک ثواب میبره. در اجتهاد خود که به خاطر مسئله دین کدام فکر و مفکوره داره، مثل ائمه مجتهدین ما کدام موضوع و مسئله را که وقت گفته اگر خلاف حدیث ثابت شود آینده، چون که حدیث برای از معلوم نبود یا است که همین نظرش ضعیف شود خطا شود، بازم الله یک ثواب برش میده. چرا او به قصد مخالفت حدیث پیغمبر نکرده؟